پروتئین وی یکی از پرطرفدارترین مکمل دنیاست، اما خیلی نمیدونن که چقدر باید مصرف بکنن. آیا اگر زیاد پروتئین وی مصرف بکنن باعث عضله‌سازی بیشتر میشه؟ آیا برای بدنشون ضرر داره یا نداره؟ یا اصلا وی پروتئین باعث چاقی میشه یا نمیشه؟ چرا هر اسکوپ وی 25 تا 30 گرم پروتئین داره؟ با من همراه باشید که امروز می‌خوایم کلی در مورد پروتئین وی صحبت کنیم. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. این ویدیویی که هم دارید نگاه میکنید اولین ویدیویی هستش که من دارم در یوتیوب بارگذاری میکنم که در مورد تغذیه سالم و فیتنس هستش. طبیعتاً اگر سابسکرایب و لایک بکنید لطف بزرگی حقانی کردید. بریم و پروتئین وی رو مورد بررسی کنیم. چرا اسکوپ های وی 20 تا 30 گرم پروتئین داره؟ ببینید بدن انسان برای عضله‌سازی بیشتر از 20 تا 30 گرم پروتئین رو استفاده نمیکنه. خب سوالی که ممکنه وجود بیاد اینه که اصلا جذب بدن میشه ما آزاد پروتئینی که مصرف کنیم یا خیر؟ بله جذب بدن میشه، اما صرف عضله‌سازی نمیشه. یعنی ما آزاد پروتئینی که مصرف میکنیم صرف انرژی میشه یا یه بخشش اصلا دفع میشه یا اگر هم زیاد مصرف کنیم حتی واسه چاقی ما میشه. به خاطر همینه که در هر اسکوپ در واقع پروتئین وی 20 تا 30 گرم پروتئین داره. آیا پروتئین باعث چاقی میشه یا نه؟ بله. اگر مصرف پروتئین باعث بشه که کالری روزانه‌تون بیشتر از نیازتون باشه، اون تبدیل به در واقع چربی میشه، حتی اگر از پروتئین نشأت گرفته باشه. ولی خب پروتئین نسبت به کربوهیدرات خیلی سخت‌تر تبدیل به چربی میشه، به خاطر اینکه بدن برای هضمش انرژی بیشتری میسوزونه. ممکنه سوالی که برای خیلی وجود بیاد اینه که پروتئین رو با چی بخوریم؟ اگر با آب مصرف بکنیم جذب سریع، کالری پایین و مناسب برای چربی سوزی. اگر با شیر مصرف کنیم خب هضم کنتر رو داریم، طعم بهتر رو داریم، پروتئین بیشتر داریم به واسطه کازئین شیر و اینکه ممکنه که لاکتوز برای خیلیا دردسر ساز بشه. برای اینکه مصرف پروتئین به بدنمون ضرر نرسونه چیکار باید بکنیم؟ یکی از راهاش اینه که 1 تا 2 گرم معمولا پروتئین بیشتر مصرف نکنیم. مطمئن باشیم که برندی که داریم استفاده می‌کنیم اصله و اورجیناله. طبیعتاً مصرف پروتئین جای وعده غذایی رو نمیگیره. باید حتما رژیم غذاییمون هم در کنارش داشته باشیم. پروتئین ها 3 دستن. از پروتئین کنسانتره شروع میکنیم که 70 الی 80% پروتئین داره، لاکتوز و چربی داره و قیمت مناسب. پروتئین ایزوله بیش از 90% پروتئین، جذب سریع تقریبا بدون لاکتوز و قیمت گرانتر. و در نهایت پروتئین هیدرولیزه قیمت خیلی بالاتر و هضم خیلی سریعتر. البته هضمش برای یک سری از افراد آسون نیست. خیلی ممنون از اینکه این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اگر خوشتون اومد حتما سابسکرایب بکنید، حتما لایک بکنید تا آدمای بیشتری بتونن به این ویدیو دسترسی داشته باشن و ببینن.